حیات میدونی که به مشکل های آدمی به علم به وزنی نه. حیات آدمی به علم به هنر با باور کن گمون میکنم که همین دنیا دوزخ های، همین دنیا عذابش مشکل های و مثال به حد تای قرض میافتی، غربت میافتی، کمبود میافتی، پیش همه به متهم سرخط دین نستش دوزخ. فهمیدی؟ نه که همین حیات بگه آدم هنر داشت باشد و یک کس به خدمتش میرستگی باشد و خودش توانا باش. برای آدم توانا این دنیا در حقیقت حیات خوب. در باور کن من نمیدونم جنت دوزخ یک جای گیوگرافی نیست بچه ها. یک قسمت به نظرم که علامتاش همین دنیا با هست. تو همه آدم نیک باشی، خوبی کنی، یک کس دستگیری کنی، شیرین زندگی کنی، فرزند نیک تربیت کنی، خلقت به فایده رسد. مثال گویم یک کس پیش میومده مهمش براری، خودت با یک کس آرزو کند که توی بیند، یک کس آرزو کند که قطعت شناس صحبت کند، یک کس برای یک کس تو مثال یک سرچشمه امید باشی که توی بینه گفت منم میخوام که همین خیلی موفق شم. یک کس ممکن که مشکلی حیات به میافتد و هنر تو دیده یا که مسئله تو دیده یا که کار تو دیده زندگی بدلش گرم میشد. این باور کن تو جنت به زندگی داری، همین خیلی زندگی کنی، عائله نسل کنی، فرزند نسل کنی، شخص درست شدن تویی، اینم همین خیلی دنیا همین خیلی